در مراسم به امضارسانی شرطنامه تأسیس کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان جمعیت محدود محصولات تلک و اوزافتوترک نمایندگان هر دو دولت از کارخانه فرعی دولتی آلومینیوم ساختمان کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک و از جانب دولت ازبکستان جمعیت دارای محصولاتش محدود اوزافتوتریلر اشتراک نمودند. باید گفت که در این کارخانه بیش از 12 نماد ماشین‌های باربردار و نقلات بارکش مخصوص وصل و نصب کرده می شود. به نقشه گرفته شده است که بعد به استفاده دادن مرحله دوم استحصال قسم‌های علاوه نقلیات نیز در این کارخانه به راه مانده می شود. همین طور شرطنامه تأسیس در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه، نمایندگان کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک و جمعیت دارای محصولاتش محدود اوزافتوتریلر به امضا رسید. کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک بابت صنعتی کنونی با سرعت کشور که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان در پیام 26 دکبر سال 2018 هدف چهارم ملی اعلان گردید، مسئولیت عظیم حس کرده تصمیم گرفتند که با دستگیری و راهنمایی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 و سالهای من بعد آید به اجرا نمودن هدف مذکور کارهای معین را به انجام رسانند، زیرا ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای کاری اهمیت خیلی بزرگ دارد. در این زمینه در کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک مراسم به امضارسانی شرطنامه تأسیس کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان جمعیت مسئولیتش محدود تلک و اوزافتوترک برگزار گردید. مؤسس کارخانه مشترک از جانب تاجیکستان کارخانه فرعی دولتی آلومینیوم ساختمان کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک و از جانب ازبکستان جمعیت مسئولیتش محدود اوزافتوتریلر می باشد. باید ذکر نمود که شماره متخصصان و کارمندان از هر دو جانب بیش از 100 نفر را تشکیل داده، این زمان 40 عدد تکنیک در این کارخانه وصل و نصب می‌گردد که در نوبت اول کارخانه‌های زیرتابع کارخانه از جمله تلکو ریسورس، تلکو گولد، تلکو کمیکال، تلکو فلورید، کارخانه فرعی دولتی آلومینیوم ساختمان با تکنیک تامین کرده شده، من بعد کارخانه‌های دیگری وطنی با نقلیات ضروری تامین کرده خواهد شد. همچنین نمودهای گوناگون نقلیاتی که در کارخانه مشترک وصل و نصب و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند وارد عوض کننده بوده، نسبت به خریداری آن از کشورهای خارجی خیلی ارزان بوده، احتیاجات ساحه‌های گوناگون کشور را برآورده می‌گرداند. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولов از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.